عزیزای دلم سلام، شیدا هستم. امروز اومدم با یه ویدیو آشپزی. این چیزی که میخوام الان درست کنم براتون رسپشو از توی پیج چند تا از آشپزایی که تو اینستاگرام دنبال میکنم پیدا کردم. خیلی خوشمزه میشه، بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. حالا میتونید با کم و زیاد کردن موادی که میبینید توی ویدیو اونو رژیمی یا غیر رژیمیش کنید و اینکه فقط من قبلا هم درستش کردم، اما این امکاناتی که الان در اختیارمه خیلی محدوده و ممکنه اونجوری که باید و شاید نشه، ولی تصمیم گرفتم که آمادهش بکنم. امیدوارم که شما هم درست کنید و خوشتون بیاد. خب برای درست کردن این پاستای خوشمزه اول باید سینه مرغمون رو خورد کنیم. ابعادش هم دلخواه درشت ریز. من خودم متوسط درست میکنم معمولا، ولی هر سایزی که دوست داشته باشین میتونین برشش بدین. بعدش میریم سراغ فلفل دلمه‌ای. بعد از اینکه توشو خالی کردیم خوردش میکنیم. این هم خورد کردنش اصلا مهم نیست. من حتی چند مدل خوردش میکنم که نشون بدم اهمیتی نداره ابعادش، چون قراره که پخته بشه و در نهایت بلند بشه. خب این سراغ قارچامون. قارچا جز موادی نیست که قراره بلند بشه. به هر شکلی که دوست دارید خوردش کنید. گوجه هامون رو خورد میکنیم. قراره آبپزشون بکنیم تو درشترین سایزی که میشه، به نظرم بهتره. پیازا هم چون قراره که در نهایت بلند بشه سایزش مهم نیست، ولی هر چقدر ریزترش کنید به نظرم زودتر میپزه و خب کار خودتون سریعتر انجام میشه. خب گوجه هامون رو میذاریم آبپز بشه که پوستش رو بکنیم. پیازامون هم یه تفته کوچولو میدیم تا یکم نرم بشن. تمام تلاشمون رو برای کندن پوست گوجه ها میکنیم. خیلی کار سختیه چون که فوق‌العاده داغه، ولی خب من سعی خودم کردم. این دفعه با چنگال وارد عمل شدم و تا حدودی ناموفق بود این کارم و مجددا سعی کردم با دستم این کار رو انجام بدم. واقعا کار سختیه. من نمیدونم این کلیپ های آشپزی رو میبینم خیلی راحت معمولا این کار رو انجام میدم، ولی من متاسفانه خیلی تو انجامش موفق نبودم. بالاخره رسیدیم به دونه آخرش. دونه آخرم با موفقیت پوستش رو جدا کردیم و تمام. پیازمون که یکم نرم شدن فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم تا فلفل دلمه‌ای هم یکم تفت بخورن. یه کوچولو که تفت خوردن گوجه هایی هم که پخته شده بودن بهش اضافه میکنیم. بعد میذاریم اینا با هم دیگه یکم بمونن تا همشون با هم دیگه حسابی بپزن که راحت تر بتونیم بلندشون کنیم. تو این مرحله بهشون یکم نمک و فلفل سیاه و فلفل قرمز هم اضافه میکنیم. توی مایتابه دیگه هم قارچامون رو تفت میدیم. آبمون که جوش اومد ماکارونیمون هم میریزیم توش. حالا 10 دقیقه 15 دقیقه نهایتا 20 دقیقه بعد بپزه تا آماده بشه. ماکارونی ممکنه کم متفاوت بشه، دستور پخته روی ماکارونی هست. خب همونطوری که میبینید اینا هم دارن حسابی با هم دیگه میپزن و نرم میشن. دوباره یه همین بهشون میزنیم و میذاریم بمونن. قارچو که پختم توی همون مایتابه قارچ سینه مرغمون رو میذاریم که تفت بخوره. توش کمی زردچوبه و نمک و فلفل سیاه و فلفل پاپریکا هم اضافه میکنیم برای اینکه خوش عطر و طعم بشه. خب از اینجا به بعد من به شدت کمبود تجهیزات رو حس کردم. هم باید فیلم میگرفتم، کسی اون لحظه پیشم نبود، هم دستگاه برقی برای بلند کردن نداشتم. این دستگاه دستی خیلی هم سالم نیست، ولی خب تلاشمو کردم که بلندشون کنم.
کم کم مواد تو دستگاه میریزیم. پنیر خامه‌ای اضافه میکنیم بهش که یکی از ارکان اصلی خوشمزه شدن این پاستاست. دیگه اینکه چه مقداری بریزین بستگی به خودتون داره. اگر که رژیم خاصی ندارید هر مقداری که دلتون میخواد میتونید اضافه کنید بهش و با همه این مواد مخلوط بشه. خب میریم سراغ مرغامون. قارچایی هم که از قبل سرخ کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم و هم دیگه مخلوطشون میکنیم و دیگه در حال حاضر کار سرخ کردنی ما نداریم. خب اون موادی که بلند کرده بودیم و میریزیم توی ظرفی که حالا به نسبت بزرگ باشه، چون همه موادمون این تو قراره با هم دیگه مخلوط بشن. بهتره که همه چیز داغ باشه که همون موقع آماده سرو باشه. مرغ و قارچمون هم بهش اضافه میکنیم و بعد پاستایی که آب کشش کردیم و میریزیم توی این مواد و با هم دیگه همشون میزنیم. این هم فیس نهایی کار که خیلی خوشمزه شده بود.